امروز صبح اجراچیان سعودی برای مصادره اموال زید سعیدov رفتند. خیرالله سعیدov فرزند کلانی زید نوشته است نه تنها اموال خود زید و فرزندانش، حتی خانه و در برادران زید سعیدov مصادره کرده می شوند. خیرالله در صفحه فیسبوکیش یک نامه پردرد انشا کرده است و می گوید بالا این دردها، بالا این غصه و غمها به قبل با فرمانی بالا دست به مصادره اموال فرزندان و اقربای زید سعیدov زدن دهشت است که نگریستن به این منظره به خودانه اشک را از چشمان جاری می کند و به اختیار صدا را از قلب بیرون می سازد که صداد از بیداد. او می گوید مقامات آمدند تا خانه حتی عمکش را که سالهای 70 عصر گذشته زمانی که زید سعیدov دانشجو بود خریده شده است مصادره کنند. خیرالله سعیدov متن قانون مصادره اموال را آورده است که در آن گفته می شود مال و ملکی که برای محکوم شده یا شخصانی در تأمیناتش بوده ضرورند موافق رویخطی در کودکس اجرایی جزای جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده مصادره نمی شود. با آوردن متن قانون خیرالله نوشته است وقتی از سعودیه این سوال را میکنیم که ماده 57 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان چی میگوید، آنها رو به بالا کرده میگویند خودتان میفهمید که چی را باید فهمیم، آخر نمیشود تقاضای زمان همین است گفته چشم را پوشید. پسر بزرگ سعید نوشته است ولی اینجا خانه های فرزندان یک طرف است، خانه های برادران پدرم را مصادره کردنیند که حتی آنها سیاست را چیزی نمیفهمند و نمیدونند که عمکشان زید برای در عرصه سیاست پا نهادن گرفتاری چنین ظلم و بهرمی گردیده است و در چرخاب این ظلم خانواده آنها را نیز پیوستند. قانون مصادره این است که سود باید اثبات کند، مثلا خانه هایی که مصادره می شود غیر قانونی به دست آمده است، لیکن خانه های فرزندان به زید سعید هیچ ارتباط ندارند. مثلا خانه عمکم سالهای 1970 1975 خریده شده است که زید سعید آن زمان دانشجو بود و خانه خریده نمی توانست و نزدیک 30 نفر 4 عائله با فرزندانشان در این خانه زندگی میکنند. از خود خانواده زید سعیدov 25 نفر فرزندان و نبیرگان بعد مصادره خانه و اموالشان جای رفتن ندارند، نوشته است خیرالله. این اقدام مقامات را خیرالله قصاصگیری برای تشکیل حزب و طرف پدرش نامیده است. مگر تأسیس حزب جنایت است یا یگان قانون در جمهوری تاجیکستان این تصمیم گیری را منع کرده است که پدر من بعد اقدام تأسیس حزب چنین مصیبت گرفتار شد؟ آیا برای اقدام تأسیس حزب برای 29 سال باید روانه زندان شوی؟ آیا برای اقدام تأسیس حزب باید خودت در زندان و اموال عائله فرزندان و اقربایت مصادره کرده شود؟ خیرالله سعیدov به آنهایی که همه قانون شکنی را نسبت پدرش روا دیدند مراجعت کرده است که تا بار زیر عمق این اندیشه به خودشان سوال ندادند که چرا باید چنین ظلم را برای زید سعید روا بینیم. مرا یک سوال خیلی اذیت می‌دهد که آنهایی که این ظلم را برای پدر من روا دیدند شبها چگونه خواب می‌رفته باشند؟ آیا خوابشان راحت است؟ آیا آنها را وجدانشان عذاب نمی‌دهد؟ آیا برداشتن بار مصیبت و بدبختی یک خانواده بزرگ آسان است؟ پسر زید سعیدov گفته است اکنون می‌توانید تصور کنید که صدای گریه جانسوز یک عائله بزرگ که هر شب شما راحت می‌خوابید تا گوش آسمان‌ها می‌رود.